کلین و خوشدامانه که ویدیوی جنجال و زناشون اخیراً به اینترنت رو یافت و چند روز باز یک موضوع ورد زبان مردم شده است. روز 22 نوامبر سال 2023 در یک ویدیوی نو مشترک گفتند که آن جنجال آنها کونه بود و حالا هر دو آشتی شدند و در کنار هم در صلح و صلاح و هم دیگر فهمی زندگی دارند. کلین خانواده گفت که اون ویدیو را در سر قرار هنگام جنجالشان 1.5 سال پیش ثبت کرده بود و اون رو هم تنها برای عائله خودشان و مقصد در اینترنت در تمام جمهوری پهن کردنش را نداشت. او گفت که حالا با خوشدامنش یگان مشکل ندارد و نمیدوند که کی و با کدام مقصد این ویدیو را از تلفن او دزدیده در اینترنت پهن کرده است. این زن از ما خواسته است که این ویدیو رو پاک کنند و خانه و در آبادش رو ویران نکنند. خوشدامن او در این ویدیو نقل کرد که در حقیقت وقتی که کلینش به حرفای سخت زد با او جنجال کرده بود، ولی گفت خوشدامن بعد اون جنجال ها کلینم آدم خوب شد و حالا ما هر دو مثل دوگانه ایم. این زن همچنین گفت که 5 کلین دارد و حرفای تنده که نسبتش در زیر ویدیوهای نشر شده زدند خیلی سختش رسیدند. شما میخواهید که همین خانه آباد کلید من و شوهر و فرزندانش ویران شود؟ گفت خوشدامن. در ویدیویی که نشر شد دیده میشد که کلین که روی خودش نمی نماید خوشدامنش رو با تلفن به نوار گرفته او را گناهکار میکند که با چوب لط و کوبش کرده است. خوشدامن که او هم در دست تلفن دارد و معلوم نیست که او هم به نوار گرفته ایستاده است و یا میخواهد به کسی زنگ بزند، ایده‌های کلینش را رد میکند و قسم میخورد که به او دست نرسانیده است. کلین همچون شوهر دخترچه خردسالش را که در حجره دیگر گریه کرده نشسته بود دعوت میکند و از او میپرسد که مامات مرا با چی زد؟ با چوب زد. دخترچه همچنان گریان و نالان تصدیق میکند که زد. در ادامه ثبت خوشدامن اختیار را از دست داده به حجره کلینش در آمده به چپه کردن جیوان و آینه و دیگر چیز و چهره شروع میکند. اتفاقا برخی از این چیز و چهره بالای کودک دوم کلین میافتد و او داد و غوغا میبردارد که بچه‌ام را کشته. بنا به اطلاع دریافته این مناقشه در یک خاندان با نفوذ رخ داده. خوشدامنی که با کلین چنین مناسبت میکند خواهر انم یک منصبدار در گذشته خیلی بلندپایه است، اما از بس که ربط مستقیم به این مناقشه در عائله خواهرش را ندارد اداره بامداد از آوردن نام این منصبدار سابق خودداری میکند. مناقشه ها بین خوشدامن ها و کلین ها یک مشکل داغ در بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان باقی میماند. جامعه شناسان یک سبب آن را در این میبینند که در بسیار عائله ها به سبب دست کوتاه و تنگی شرایط بعد ازدواج فرزندان نیز مجبورند که چندین سال همراه عائله فرزندانشان زیر یک بام زندگی کنند.